سرخط مهمترین خبرها: شکایت کمیسیه 44 از تحقیق نشدن مرگ گلبدین زیابکوف. نظامیان روس گفتند در دنتسک یک تاجیک را اسیر گرفتند و اتحاد اروپا تلاش دارد برای گاز روسیه جایگزین پیدا کند. درود بیننده عزیز، برنامه نوید است که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 4 می سال 2022 است. نظامیان روسیه ادعا کردند که یک زاده تاجیکستان را که در صف ارتش اوکراین می جنگید در منطقه جدایی طلب دنتسک اسیر گرفتند. الکساندر سلاتکوف، خبرنگار نظامی روس، روز 3 می در تلگرام مصاحبه جوان را نشر کرده است. در سندهایی که نشان دادند نامش تیمور و یا تیمور شمسیف، شهروند اوکراین نوشته شده است. خود او میگوید زاده شهر دوشنبه تاجیکستان است و بعد به اسارت افتادن با مادرش تماس داشت. اکثر نوارهایی که خبرنگار الکساندر سلاتکوف نشر و پهن میکند به جانبداری از روسیه و یک جانبه است. تفتیش درستی آنها و در کدام شرایط ثبت شدن صحبت ها معلوم نیست. تا این دم خبر مرگ نزدیک به 10 سرباز تاجیک ارتش روسیه در اوکراین از قبل نزدیکانشان تصدیق شده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به دلیل به اوکراین حمله کرد. جنگ بیش از 2 ماه است که ادامه دارد. اعضای کمیسیه 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان میگوید مفتشان دادستانی کل مرگ گلبدین زیابکوف را پررو تحقیق نکرده دوباره از خاروق به دوشنبه برگشتند. این ساکن 29 ساله راشدقلعه ماه نوامبر سال 2021 در جریان عملیات کشته شد. در دادستانی کل تاجیکستان گفتند مفتشان در روزهای تجلیل از عید فطر به دوشنبه آمدند ولی یک نفر آنها در خاروق ایستاده است. فراموز ارگشوف، عضو کمیسیه 44، روز 3 می ادعا کرد که مفتشان دادستانی کل چیزی نگفته به دوشنبه رفتند. 6 عضو کمیسیه با مفتشان کار میکنند و از آن نگرانند که با رفتن آنها پرونده تحقیق نشده میماند. همزمان اعضای کمیسیه 44 تصدیق کردند که مفتشان از 15 تا 3 اپریل نمایندگان مقامات کارهای داخلی را در پیوند به کشتار گلبدین زیابکوف در دهه تودیم پرسیدند. برای خلل نیفتادن به جریان تفتیشات شرح بیشتر داده نمی شود. یک منبع در دادستانی کل تاجیکستان روز 3 می به رادیوی آزادی گفت از بس که عید بود مفتشان با استفاده از روزهای تعطیل به دوشنبه آمدند و باز به خاروق برمیگردند، اما نگفت که کی. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال 2021 در دهه تودیم ناحیه راشدقلعه کشته شد. کشته شدن زیابکوف باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در مرکز شهر خاروق گردید. مقامات و نمایندگان اعتراضگران به توافق رسیده بودند که قضیه مرگ گلبدین زیابکوف را یک جای تحقیق میکنند. نیروهای روسیه حمله را به کارخانه عظیم آزوفستال در شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین شروع کردند. در داخل آن صدها مردم عادی و سربازان اوکراینی هستند. یک نهاد امنیتی و دفاعی اوکراین روز 3 می با نشر بیانیه گفت روس‌ها کوشش دارند که به حدود آزوفستال وارد شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قبل سربازان اوکراینی نوشته است که عملیات نیروهای روسیه برای حمله به سنگر آخرین مقاومت یا ایستادگری ادامه دارد. حمله به آزوفستال پس از چند روز آن صورت میگیرد که رئیس جمهور روسیه نقشه آن را بیکار کرده ولی گفته بود کارخانه را آنچنان به محاصره بگیرند که پشه از آن نگذرد. حالا می رویم به شهر وحدت و درباره زندگی تلخ نورس به شما می گویم که با سبب کمبضاعت والدین نمی تواند طبابت گیرد. امید 6 سال دارد ولی نمی تواند که مثل دیگر همسالانش بازی کند زیرا دل او 4 سوراخ دارد. ادامه موضوع در گزارش همکارم نگاره فضل‌الدین. اومیده 4 ساله آرزو دارد دختر شود و کودکانی مثل خود را طبابت کند. او مثل همسالان خود نمیتواند با شور و شوق بازی کند. کلان میشم، مکتب خون میشم، به دختر میشم. اومیده یک خواهرچه و یک برادر دیگر هم دارد. آنها سالمند.
модари духтарча мегӯяд Умеда бо ин беморӣ ба дунё омад. қалби ӯ 4 сурох дорад. модар ба Умеда меҳр ва таваҷҷӯҳи махсус дорад. Қак бозӣ мекуна ки нафасш мегира, бо мегирим дастша меёрам. дар хона нигоҳш мекунам, мефораша ки оча биё бурам ма бозӣ кунам. Чуа мара намемонӣ мегум охтада мумкин нест. Бо яке касал меши ма трай плай гиҷо меом тра мебарам духтур. Умеда бо хоҳару додар ва модараш дар як манзили иҷораӣ дар деҳаи дурдасти Ваҳдат зиндагӣ мекунанд. ноновари ин хонавода Бахтиёр Накимов муҳоҷири корӣ аст ва 3 сол аст ки дар Русия кор мекунад. ӯ дар пайи як садамаи нақлиётӣ маҷрӯҳ шуд ва 7 моҳ аст ки наметавонад ба зану фарзандонаш пул бифиристад. дар ин миён табобати Умеда низ дигар давом наёфт. акр бурдем ша балниса гуфтан ёра меёре хокне чӣ кунем ҷарроҳӣ шава ки озина дина рӯзи 25 бурдимаш. гуфтан ки бояд ташхиси дига мондагия бояд 2000 сомон биёрӣ. ҳамира мо бинем ки аниқ дар иҷа шава дар иҷа мекунем нашава ба дига давлат рӯй мекунем. ҳамра намедонам гуфтам чӣ хеле кунам. пизишкон бар ин боваранд ки агар Умеда ҷарроҳӣ шавад ба таври кул беҳбуд меёбад. Dr. Viresh Mahajan, pediatric cardiologist from India. On my visit to Tajikistan, I had seen this patient Umida Nakimova. ман доктор Виреша Махаҷан ҳастам аз Ҳиндустон. дар вақти сафарам ба Тоҷикистон Умеда Накимоваи 6 соларо ташхис карда будам. вай дар қалбаш 4 сурох дорад. Умеда ба ҷарроҳии тасҳеӣ ниёз дорад. баъд аз ин ҷарроҳӣ вай метавонад зиндагии маъмулӣ дошта бошад. We will do our best to operate her well, and after that she is expected to lead a near normal life. модар ва Умеда ба кӯмаки хайрхоҳон ниёз доранд. чанде дар кӯча хоб мерам ин духтарам нахс шавам. اتحاد اروپا امکان افزایش همکاری‌ها را با کشورهای افریقا در بخش خرید گاز بررسی دارد. این تصمیم به خاطر کم کردن واردات گاز روسیه به اروپا گرفته شده است. کشورهای عضو اتحاد اروپا تصمیم دارند در سال 2022 وابستگی خود را از مسکو در بخش انرژی کاهش دهند. حجت که گسترش همکاری‌های خارجی را در بخش انرژی تامین می‌کند، ممکن است آخر ماه می از سوی کمیسیون اروپا قبول شود. در پیشنویس این حجت آمده است که کشورهای افریقا امثال نیجریه، سنگال و انگولا ذخیره زیاد گاز مائع دارند. اتحاد اروپا می‌خواهد واردات گاز مائع را 50 میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد و واردات گاز را توسط لوله از کشورهای غیر روسیه به 10 میلیارد متر مکعب رساند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 می را فرا می‌گیرد. چهارم مای 60 سال پیش روز 4 مای در اتحاد شوروی یکی از پربحث‌ترین قرارها قبول شد که با نام جزا برای بیکاری نام داشت. بر اساس قرار ویژه حکومت اتحاد شوروی برای بیکاری و مفتخوری در مدت بیش از 4 ماه شخص را به جوابگری جنایی می‌کشیدند. هر شهروند اتحاد شوروی وظیفه‌دار بود که کار کند و دولت وظیفه‌دار بود که به شهروند کار پیشنهاد کند. سالهای 2010 بعد نگرانی و سر و صدای زیاد درباره پهن شدن فلج اطفال در تاجیکستان نهایت وزیر بهداشت گفت که واقعا هم در کشور ده‌ها کودک به پولیومیلیت گرفتار شده است. مقامات آن زمان مرگ یک کودک و گرفتاری 32 طفل دیگر را تصدیق کردند، در حالی که شماری غیر رسمی به مراتب بیشتر گفته میشد. 4 می سال 1914 تولد آهنگساز معروف تاجیک زیادالله شهیدی است. شهیدی در 71 سال عمرش به حیث یکی از معروفترین آهنگسازان تاجیک شناخته شد. تا امروز اپرا و اثرهای صحنوی او کامده و مدن، غلامان، ابن سینا، ترانه‌های دلداده شده زی سوزی سینه است، صحنه‌های هنری صدا می‌دهند. یکی از فرزندان او طالب شهیدی هم با راه پدر رفت و آهنگسازی معروف شد.
قرب روبل روسیه و دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامان امروز هم به تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 140 تا 160 سومان و 50 درم عوض کرده می شود. 100 دلار آمریکایی باشد در بانک‌ها تا 1240 سومانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 4 می چنین است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. برنامه بعدی ما 2 ساعت بعد تقدیم شما می شود.